من فکر میکنم که بعد کمپیر فشار آوردن این نه از روی انصاف است و نه از روی نامزد ناموس است. اون کمپیر به این کار چیکار دارد؟ او میخورد که فرزند در مسافرت باشد، فرزند در جو باشد و مادر است. هر یک شخصی که فرزند دارد مادر دارد و البته نمیخواهد که پسری او در غریبی ها باشد، در چه باشد. مادر رو با این کار این کمپیر کشیدن یگان نه از روی عدل است، نه از روی انصاف است، نه از روی سیاست. در همین جا در سیاست باید هر عملی که از طرف کسی نباشد باید خیلی او مسئول باشد، جوابدارش خیلی کیاد، نه مادر، نه پدر، نه اکا، نه دادر. این معرفت سیاسی نیست. با توجه از تجربه فعالیت‌های سیاسی خویش من میتوانم بگویم که چنین یک عملها، فشارها و استفاده اقدام‌های دیگر در مقابل نمایندگان مخالفین سابق یا امروز دیگر فرقی نمی کند. با آن که فرزند یا برادر خویش را از عضویت حزب مخالف امروزه بیرون کند، می توانم بگویم که این گونه کار هم در مورد دادا جان عطاالله یا مادر او استفاده شده است. اما البته دلیل موثق من ندارم حالا که این گونه کارها از کدام دایره هست. به هر حال دایره های منفیت خواه در جمهوری تاجیکستان هستند که این گونه کارها را استفاده میکنند، از این گونه کارها استفاده میکنند و میخواهند که قشر ناآگاه جامعه را با همین گونه موادهای خام و به اساس خویش سرگردان کنند که چنین یک کار هست. یعنی اقدام های اگر امروز موادها و کارهای دادا جان عطاالله در وسایل اخبار یا تلویزیون کپلیوس مورد بحث قرار گرفته‌اند، پس با این گونه فتوا یا نظرهایی که از جانب مادر یا هر کسی دیگری پخش می شود با همین گونه این کار انجام شده را محکوم می سازند و قشر ناآگاه جامعه را با این گونه خبرها مطمئن می سازند که اکنون مادر او با این گونه کارهای دادا جان خیلی خسته شده است و گفتنی است که دست میکشد از این گونه کارها. من براستی نمیدونم حکومت تاجیکستان پیدا کرده است یا که یگان بدخواهان حکومت یا بدخواهان دادا جان عطاالله هر کی نکرده باشد این بدترین، پسترین یا افلاس‌ترین طوری است که من در همین این چنین پسیه نکردم براستی این از عقل بیرون از آدم سالم عقل باید چنین نکند، بخصوص اگر او مسلمان باشد و تاجیک باشد که یک کمپیر برجا مانده یک در سن سال در یک جا رسیده بچه پیش رفته از او دعا گرفتن اون را اومده در چنین کارا او را بازیچه کردن. من به خدا رسیده خیلی از حضورتم را همچون شدم و هیچ وقت اون مادر تیرانسال گرفتار چنین کردن یا بازیچه کارای سیاسی کردن از اون نتنها در مسلمانی و تاجیکی به عقل یگان هر کسی اکسپرش انسان میگه به این کار را باید نمیکرد که کرده ولی احمق‌ترین، بدترین، نامردترین کار است. چندان آگاه نیستند که تا با کدام اندازه فشار آورده شد یا نه، ولی به فکر اینجانی یک چیز رو باید اگر مورد فشار باشد مورد فشار نیست باید دونه اگر در تهنای پاسخ روی یک قاعده است اگر یک کس را تنصیب و مذمت کنید عجب کار می شود که برعکس این تنصیب و مذمت با فایده او می گردد. بنابراین باید فکر کرد که تا به کدام اندازه مثلا از لحاظ فشار آوردن به مقدار مفید است برای سیاست مدار باید هم کلکولیت کند، حساب و کتاب کند که آیا اگر مبادا به همین چیز بزند آیا این برای فایده میارد یا ضرر میارد.